تصمیم تایم خودروی پراید به صورت اصولی ابتدا باید خودرو جک زده بشه تا قسمت چرخ جلو رو بتونیم باز کنیم. دقت کنید که قبلش حتما پیچای چرخ رو شل کنید. بعد از باز کردن قالپاق پیچا رو شل کنید و بعد خودرو رو جک بزنید و به سمت بالا بیاید. شما خودرو رو جک میزنید و نکته هست در مورد باز کردن، حتما دقت کنید که بعد از باز کردن لاستیک یکی از این مهره ها رو در راستای این والفتون قرار بدید تا بالانس خود رو بعد از نصب تایر تغییر نکنه. من این لاستیک رو بازش میکنم و بعد به شما نشون میدم که به چه صورت این پیچ رو میبندم تا باز موقع مونتاژ کردن لاستیک سر جاش بسته بشه. این والف من توی این قسمت من لاستیک رو در میارم و توی همین قسمتی که والف قرار داشت میبندم و موقع جا زدنم باید لاستیک تو همین راستا قرار بگیره تا موقع خوردن لاستیک بالانس به هم نخوره. در قسمت بعد شلگیری که اینجا قرار داره و 2 عدد پیچی که با بوکس 10 باز میشه رو برای دسترسی به سر میلنگ باز میکنه. بعد از باز کردن چاه دقت کنید که توی این قسمت یک خار هست که اونم میتونی آزاد کنید. در غیر این صورت هم میتونی شلگی رو کنار قرار بدید و دیگه کاری به اون قسمت ندارید. از قسمت پایین شما فعلا کاری ندارید و قسمت بالا رو آزاد میکنید که در ادامه توضیح میدم. از قسمت بالا من هواکش رو باز میکنم که بهتره که از پایه باز بشه. هر چقدر بتونید کلی‌تر باز کنید و دست با یه جوری باز کنید که قطعه تیکه تیکه نشه. میتونید مثلا اینو باز کنید یا اینو باز کنید، باید پایینیش رو باز کنید، اینجوری نباشه. همین که کلا یک پیچ چارسویی از این قسمت باز بشه به این صورت آزاد بشه و پیچایی که کلا از روی پایه است، 1 عدد پیچی با بوکس 10 اونجا و 2 عدد پیچ اینجا که این مجموعه هوا فیلتر هوا کاملا جدا بشه. بعد از باز کردن 3 عدد پیچی که بهتون گفتم، خب مشاهده میکنید که قسمت هواکش خیلی راحت آزاد میشه. ببینید ترتیب کار توی یک سری جاها مهمه، اما هر مکانیکی به یک صورت تعویض تصمیم تایم انجام میده. مثلا شاید ابتدا دست موتور آزاد کنه یا یکی قسمت پولی واتر پمپ رو آزاد کنه. ما به ترتیب جلو میریم که اولین کار باز کردن این پیچ دست موتوره. اینو بچه ما بازش کنیم، این موتور میاد به سمت بالا و دسترسی به باز کردن پیچ پولیای واتر پمپ و قاب خیلی راحت تر میشه و در نهایت پیچ سر میلنگ رو خیلی راحت تر میتونین باز کنید. این پیچ رو به این صورت میتونید بازش کنید. دقت کنید که اگر پیچ زیاد صفر بود میتونید از لوله استفاده کنید. و نکته دیگه هم که بهتون بگم، من ماشینو خرک حتما باید بذارید. خرکش کردم و جک رو باید زیر موتور قرار بدید و بعد این پیچ به راحتی شل میشه. من این پیچو در میارم. این که این پیچی که بهتون گفتم و باز کردیم، 3 عدد مهره‌ای که با بوکس 17 این قسمت قرار داره رو ما بازش میکنیم. بعد از باز کردن این دست موتور، خب یا پولی سر میلنگ یا از قسمت بالا میتونید آزادش کنید. دقت کنید که واتر پمپ هم میشه دینامو پیچشو شل کرد باز کرد و این قسمت هم میتونه وقتی پولی واتر پمپ باز بشه که من ابتدا تسمه کولر رو شل میکنم. با شل کردن این مهره و باز کردن این پیچ شما میتونید تسمه کولر رو آزادش کنید. تسمه آزاد میشه. دقت کنید که تسمه دیگه اگر داشت یا حالت پوسیدگی داشت، حتما نسبت به تعویض ترکایی که این داره یعنی که زمان تعویضش فرا رسیده. در قسمت بعدی شما پولی سر واتر پمپ رو میتونید شلش کنید و این پولی رو آزادش کنید.
بعد از باز کردن 3 تا پیچی که با بوکس 10 هست، شما میتونید قسمت پولی رو آزادش کنید و از این قسمت تسمه رو آزاد. دقت کنید که تسمه دینام با تسمه کولر جابجا نشه. و در قسمت بعدی قاب تسمه تایم قسمت بالاشو باز میکنید و بعد با جغجغه اونا رو کامل در میارید. خب پیچا رو من آزاد کردم. حالا تو این قسمت این پیچ قسمت بالاش نبود و شکسته. 3 عدد پیچی که داره، یه پیچی هست با واشر پن که این پیچ واشر پن برای نگه داشتن گیج روغن ما هست. به این راحتی قاب تسمه تایم باز میشه. نکته در مورد این قاب تسمه تایم من بگم، اطراف هر قاب تسمه تایم واشر آببندی هست. واشری هست که برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به این محفظه. خود اینا خشک میشه و امکان کنده شدن و افتادن بین تسمه تایم هستش. حتما حواستون باشه. تعمیرگاه ها معمولا این واشه رو میکنن میندازن دور. اما من میخوام یه نکته اینجا به شما بگم، بهتره که این قاب نو باشه، چون اگر این قاب کهنه باشه ورود گرد و غبار این بلا رو سر تسمه تایم در میاره. اگه دقت کرده باشید بعضی از مشتری‌ها میان به شما میگن ما تسمه رو تازه عوض کردیم فلانه، یا مثلا کاری نکرده به اون صورت. خب درست، یکی از علت خرابی تسمه تایم همین خرابی قاب تسمه تایمه که گرد و غبار یا شی اضافی چیزی وارد این محفظه شده و هم باعث کنده شدن و هم باعث فرسوده شدن این تسمه خواهد شد. همینطور که شما ملاحظه میکنید این تسمه بسیار فرسوده شده و تعویض به موقعش که سر 80,000 تویی که پیشنهاد شده آوردن برای تعویض. بعد از این مرحله باید بریم از قسمت پایین پولی سر میلنگ رو باز کنیم. دقت کنید که ما این قسمت رو باز کردیم تا موتور بیاد پایین و با بوکس 21 و 2 عدد کمک بلند دست بوکس از پایین پیچ سر میلنگ رو باز میکنید. دقت کنید که برای نچرخیدن و جلوگیری از چرخیدن موتور حتما خودرو تو دنده 5 و ترمز قرار بگیره که بتونید پیچ رو باز کنید. و بعضی وقتا اگر با بوکس باد باشه خیلی راحت تره. دست بوکس اهرمی اگر بتونید بذارید باز اونم راحت تره. و دی از مکانیکا هم هستن که رینگی 23 یا 22 با توجه به خودرو میذارن سر پولی و استارت میزنن و باز میشه که این کار غیر اصولیه و باعث صدمه خواهد شد. بعد از باز کردن پیچ پولی میلنگ به آرامی پولی رو آزاد میکنید و میارید بالا. دقت کنید که خار روی دنده با داخل این گیر میکنه و به سمت بیرون میفته. حتما جا بزنید و فراموش نشه. مرحله بعد باز کردن قاب تسمه تایم پایینه که اگر از پایین باشه هم راحتید، ولی چون ما قسمت بالا رو آزاد کردیم از قسمت بالا بازش میکنیم. یه قاب تسمه تایم پایین کوچیکتر از قاب بالاست. این 3 عدد پیچ مربوط به قاب پایینه که بعد از باز کردن به این صورت از سر جاش در میاد. دقت کنید تو این قسمت چرب شده و گویا روغن ریزی هست که مربوط به کاسه 90 سر میلنگی که شما در زمانی که تایمو باز میکنی، خب چون قسمت باز میشه خیلی بهتره که اون بعد هم تعویض بشه. که من اینجا یادآوری کنم، ببینید پرایدهای مدل پایینتر که با چنین قابی هست یا HP نیستن، صورت کنده شدن تسمه تایم سوپاپ کج میکنه. اما تو این خودرو شما اگر ارتباط بین میل سوپاپ و میلنگ قطع بشه باعث کج کردن سوپاپ نمیشه. من خودرو رو میارم سر تایم و تسمه رو آزاد میکنم که باید با بوکس 14 بچرخونید. همینطور که ملاحظه میکنید باید علامت هایی که روی من این قسمت ها رو تمیز کنم که راحت تر دیده بشه. ببینید من باید بچرخونم تا قسمت علامت های روی این سوپاپ مقابل شاخص خودشون قرار بگیره.
خب اگر دقت کنید شاخصی که تو این قسمت قرار داره دقیقاً، حالا خوبه که پارگی تصمیم تایم هست اینجا دیده میشه. اگر همین خط رو شما ادامه بدید مستقیما به این علامت برخورد میکنید. پس شاخص بالا این قسمت قرار میگیره، شاخصی که تو اینجا قرار داره باید دقیقاً مقابل این خط قرار بگیره که ساعت 3 یا 12 ربع رو به ما نشون میده. در قسمت پایین اگر ملاحظه کنید شاخصی قرار داره که اون شاخص باید مقابل فرو رفتگی دنده باشه. خب در قسمت پایین که تایم پیستونای ما باشه، همینطور که ملاحظه میکنید یک شاخصی اینجا قرار داره. این شاخص باید مقابل این فرو رفتگی روی دنده سر میلنگ قرار بگیره. یعنی توی این حالت پیستون های 1 و 4 به سمت بالا قرار دارن. پس تایم پایین شد این شاخص و این فرو رفتگی، قسمت بالا هم شد همون ساعت 3. خب تو این مرحله دیگه میتونید شما تسمه سفکن رو که این قسمت قرار داره رو پیچش رو شل کنید و تسمه رو آزاد کنید. با یکسر 12 من این پیچ رو شلش میکنم تا تسمه شل بشه و بتونیم به راحتی تسمه رو از سر جاش آزاد کنیم. همینطور که ملاحظه میکنید تسمه شل شد و شما توسط یک دو سو میتونید این تسمه رو از سر جای خودش آزادش کنید. تسمه چون خیلی خوش شده یک کمی تسمه رو من به این صورت آزاد کردم. همینطور که از ظاهر کار مشخصه تسمه واقعا فرسوده شده و خیلی به موقع برای تعویضش اقدام شده. دقت کنید که برای قسمت بازدید تسمه تایم هیچ وقت از روی ظاهر قضاوت نکنید و قسمت بافت داخلی باید محاسبه بشه و اصلا بر اساس کیلومتر هم نمیتونیم اتکا کنیم، چون خود این تاریخ انقضا داره و ممکنه که حالت اولیه خودش رو از دست بده. همینطور که ملاحظه میکنید این کاسه نمد رو من قبل در آوردم و قسمت محل کاسه نمد رو که چسب زده بودن تمیز کردم و میریم برای نصب کاسه نمد جدید. بعد از اینکه کاسه نمد جدید رو ما جا زدیم، مقدار چسب هم اطرافش زدیم برای محکم کاری. خب عکس عملیات باز کردن عملیات مونتاژ رو انجام میدید به این صورت که ابتدا دنده سر میلنگ رو جا میزنید. دقت کنید که اگر خار رو بذارید بهتره، حالا خار هم اگر نذارید بازم جا میخوره ولی شاید یک کمی اذیت بشه. دقت کنید که اگر تایم دقیق نیست، چون نفر قبلی معلوم نیست که دقیق گرفته باشه، شما میتونید یک مقداری با دو سو چرخونده تا دقیقا شاخص مقابل گودی قرار بگیره. این خیلی مهمه. توی براید درسته که تو پاپ کج نمیکنه اما فوق العاده در شتاب تاثیرگذار و در کارکرد خودرو تاثیرگذار هست. با تصمیم سفکن رو میبندید. حتما دقت کنید که از لحاظ سر و صدا و سالمی حتما چک بشه. بعدش ما سفکن رو جا میزنیم. دقت کنید که حتما از سالمی تصمیم سفکن اطمینان حاصل کنید. بعد من اینو توی حالت کش اینجا قرار میدم و پیچو صفر میکنم. قسمت بعد بستن تصمیم تایم هست. چند تا نکته در مورد تصمیم تایم بگم. سعی کنید تصمیم تایم از تصمیم تایم اورجینال استفاده بشه و من اینجا تصمیم تایم میتسوبیشی داشتم، از اون استفاده کردم. فوق العاده تصمیم نرم و با دوامی است. حداقلش 100,000 تا این تصمیم کار میکنه، چون تجربهشو داشتم بهتون میگم اصلیش. بعد ارزم بزرگتون و تصمیم‌های اورجینال دیگه هم هست. جهت چرخش حتما رعایت بشه، در جهت چرخش دور باشه
و اگر جهت چرخش نداشت مثل این تسمه، طوری باشه که نوشته های تسمه از این طرف قابل خوندن باشه. من تسمه رو میخوام جا بزنم. قسمت سفت تسمه رو به سمتی که تسمه سفت کن ندارد جا میزنم، یعنی تسمه رو تو کش از این قسمت جا میزنم تا به این سمت که تسمه جا بخوره. دقت کنید که میزان سفتی این تسمه حتما مهم است. تسمه سفت کنید که میباید بیشتر به سمت عقب بره تا فضا رو برای حرکت تسمه مهیا. من اینو سفت کنم دوباره و تسمه رو جا بزنم. حالا تسمه رو میگیرم. حتما حواسم باید باشه که این قسمت شاخص از سر جاش تکون نخوره و بعد تسمه رو تو این قسمت میگیرم، قسمت سفت تسمه، و بعد لبه تسمه رو یک کمی مایل میکنید تا تسمه جا بخوره و بعد با کف دست فشار بدید. تسمه الان جا خورد و این تسمه سفت رو میایم تو این قسمت. حالا اگر لطف کنید کمی زوم کنید، تو این قسمت من این پیچو شلش میکنم. همینطور که ملاحظه کردید تسمه سفت ما برگشت و کامل تسمه رو سفت کرد. تا هر مقداری که سفت کرد کفایت میکنه، چون به صورت استاندارد. و بعد پیچ تسمه سفت رو تا انتها سفت و محکم. تسمه رو میزان سفتیش رو حتما بررسی و اندازه میکنم. قسمت تایم رو بررسی میکنم. این خط با این مقابل هم و این خط مقابل این، یعنی ساعت 3 رو به ما نمایش بده. و در قسمت پایین این شاخصی که اینجا داره با دنده باید دقیقاً تو یک راستا باشه و این پیچ تسمه سفت کنم برای آخرین بار سفت تا اطمینان حاصل پیدا کنیم. قسمت بعدی شما شروع به بستن قاب تسمه تایم میکنید. قاب پایین رو شروع به بستن. اینجا براتون من بگم طبق تجربه‌ای که من دارم، معمولا اینا رو با بنزین و نفت نباید بشورید، چون خاصیت این واشرهای اطراف از دست میره و خود قاب باد میکنه به اصطلاح حالا عامیانه. برای همین من خودم با دستمال تمیز کردم. یه دستمال یه کمی نفتی کردم و تمیز کردم تا همون چربیش گرفته بشه، چون باز در صورت بستن روی خودرو مجددا این به همون صورت اولش برمیگره، یعنی کثیف میشه. قابو جا میزنم. بعدش مرحله بعدی شروع به بستن پیچای قاب. 3 عدد پیچ با این اندازه با بوکس 10 برای بستن لازم. من این پیچا رو جا زدم و با این بوکس ابتدا به ته رسونده و بس سفت میکنم. دقت کنید که اینا پیچ شیشه، زیاد روی اینا زور نیاریم تا خدای نکرده مشکلی برای پیچ و جای